منو زیر تخت میذاشتن، دوتا هم مینشستن رو. هومن اصلا ما سیروس از تخت میدونم. خب اون گفت دیگه بده. منو که انداخته بودن یه گوشه 3 نفری، یکی اون وسط یه کله منو میگرفت پیچی رو موامو میگفت چه پیاز گنده ای. این آقا الفت در بچه های قدیمی و نیک روزگاره، بسیار با عشقه. ایشون مردی کاری، اهل خانواده، علاقمند به ازدواج و نجیبه. ایشون تا دیروز اینطوری حرف میزدن، کار خودتونو کردین نه باستی ببینم این الان جا تشکر شماست از اژدرخان. اژدرخان هم ریپوف جدید یادش داره. بله. هم حالش خوب کرده. بله. هم اورولوژیستی بدنش خوب کرد. یعنی ایراد کلیوی داشتن مگه؟ نه ایرادی فکری داشت. آقا از این دوربین ماسک. نه من عمدن رفتم پشتش خندم. باش بریم از آقای رضوانی. من نه بودم کامپیوتر داره نگاه میکنه این پشت. یه ضرب المثل سوئیسی هست میگه که یه دونه نه 4 تا بهتر. بله اصلا گاوم اصلا من چیم؟ شما گاو بیشعور. بله اگر منظورتون عرق کردن صورت منه که من عادت دارم قبل از هر مأموریت بدنم رو خشک میکنم، عضله‌هام 4 ستون بدنم بزنم بالا. عضله‌هاش بیرونه. تو هم داری خشک. آقا نگهبان ته راه رو یه لحظه مکس کرد، بعد به راه خودش ادامه داد. اصلا اینا مهم نیست. اینا در رو یواش ببند. کیه؟ آقای زهتاب. آقای زهتاب عزیز من، خاصیت عشق تمنا و سوختن و خواستنه. خب حتما که نباید همه به معشوقشون برسن. اصلا در طول تاریخ کدام یکی از عشاق به معشوقشون رسیدن؟ لیلی و مجنون. خب اون که افسانه است. نه اون افسانه داووده. خب این جمله رو باید از اول بگم من. سمفونی 21 موزارت. بله. علاقه داری میدونی تو هم؟ من رو 19 مسلطم. میتونی برام بزنی؟ خب 19 که این 19 یا 17 است یا 18. از شروع زدن سیامه. یعنی قدیمی ها خیلی حرف خوبی میزدن، میگفتن بر هر مگس لعنه که ببین من الان درست میگن در هر مگس نه میگه در هر مگس ناراحتی نکن. اگه وقت کاری داشتی دوستای منو بیرون هستن در خدمتتم. باشه. هر کاری داشتی بگو انجام میدم. خیلی سخته. وای خیلی سخته. همین چیزو میخواد. این باید ساختار بخواد. بریم.
وای 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 خیلی سخته وای وای هرچی هم لقب خفن‌تر باشه بیشتر تحویلت میگیرن. گرفتی؟ من خودم مثلا سیروس یاکوزام. آقا من پیدا کردم. من یه اسم خوب برای خودم میذارم. ببر خفته. خوبه دکتر؟ این الان کجاش خفته بود؟ نه دیگه بعدی که خوب خفته الان بیدار شده. اجازه بده من نکته اصلی. آقایون داداشام همراهی بکنید اون. بیا بزن زنگو ببینم بهروز میشناسی ارجنگو. بله برم دری مطبش دکتره بزن. الان روم نمیشه بگم، بذاریم بعداً بپرسم بهتون. یه اجازه بدین یه لحظه. الو، الان شما تو جاده آسفالت داری میری یا تو خاکی؟ خب الان برو تو آسفالت. خب رفتی؟ خوبه. خب الان ببین چه تابلویی میبینی. تابلوها رو نگاه کن ببین چی میبینی. چی؟ خب تابلو ایسپاس. بچه تابلو ایسپاس. الو. من وکیلمو میخوام. وای وای من وکیلمو میخوام. های های عشق فریاد کشید. وکیل من کو. وای وای آقایون داداشم همراهی بکنید اون. بله بزن زنگو ببینم بهروز میشناس ارجنگو. بله برم دری مطبش دکتره. مدل گیسم که تقریبا مدل گیسی همین است و عینکه رو که نه پوش برو. اینه بار اینه هستن. ببین من نمیفهمم آقا. من میرم به این میگم آقا من اون آدمه نیستم. تمام میشه گفتگو میکنم. نه گفتگو نمیشه. آخه اون با گفتگو چیز نمیکنه که اون اصلا حالیش نیست. باید دعوا کنی باهاش. من 3 شماره است. 1 2 3 از اون تو شل کن با کله بزن تو صورتش. من به شما میگم من تا حالا دعوا نکردم. من میگه با کله بزن تو صورتش. من تو میتونی غممون رو شاد کنی. تو میتونی ما عجب. اون جمله خیلی زود گفتین آقای قفطی. نداره. 2 تا پرید منم اومدم. بریم اشکال نداره. از همین تو میتونی بریم. اومد. بریم عزیزم. نگفتم من نگاه کن. بابا اینه داره نگاه میکنم دیگه. من دارم با تو صحبت میکنم. چرا منی نگاه نمیگم؟ منی نگاه کن. بابا داری با اون نگاه کن. بیا دیگه داری با اون حرف میزنی. الان من با تو دارم صحبت میکنم یا با اون؟ منی نگاه کن. بابا گوشم باز میگه من نگاه کن. آدم ما کجا بدون وقتی این شماله 3 جهت دیگه مونده. غرب، شرق، جنوب. شمال شیشیه. چی؟ شمال. من دیگه تحمل اینجاشو ندارم. بگو داداش چه چیزایی نوشتی. تو جون بخوا ای عشق. جون هر کی که عزیزه.
فنمو بزنم. یه فن دارم قوقا میکنه، اسمش میله لودری. بچه های همینجا یاد گرفتم بزنم، همه کرد و نکردشو میگه. حالا ما که بهش گفتیم فن چی؟ میله لودری چیه؟ میله لودری هست، کبرا هم هست، وحشی هم هست، مشت نزیه. یه فنه بهتون نشون بدن. اوس سوشا گود نایت بدین شهر است. گربه کبرا. نادر این که همش یکیه، این همش یکی. وای من ضعف کردم. نوش جانتون جناب بینابینی، با اجازتون. کش رستوران و برای تماس با اپراتور عدد 5 را فریاد بزنیم. با تشکر. فریاد بزنیم؟ یک یک خوب نیست داد بزنم. خوبه که یک داد بزنم. مثلا بگید یک چی بود؟ خب مثلا یه چیزی بگو. منو که آوردن مثلا میدونم تو سه مایچه چند بود؟ مثلا 4 سیاه یکی اون بگی سیاه یکی اون بگیم چیه اینجوری می‌کنه بگو فلان میخوام. میگم 4 بگو چیکار میخوام برم جشنواره تابستانی. آره یه همچین چیزی. میخوام برم جشنواره چالش. اینم تیک بزنم فاضلابا با بود تیک بزنم. بزن. اینم با تیک بزن. شعر فاضلابا تیک با بزن. بود دیگه ها. آره. شکست.